این آقا که یه یوتیوبر هندی هستش به اسم کریشنا، از طریق ساخت این ویدیوهای انیمیشنی توی یوتیوب ماهانه $10,000 درآمد داره. जो तरीका मैंने यूज करा है वही तरीका ये यूट्यूबर भी यूज कर रहे हैं और एनिमेशन वीडियो से लाखों कमा रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं؟ میخوام به شما هم یاد بدم چطور چنین ویدیوهایی رو با هوش مصنوعی بسازید. اول از همه باید سناریو رو با چت جی پی تی بسازید و سناریویی که بهتون میده رو کپی کنید. بعد وارد سایت 11 لبز بشید و اینجا متن رو به فایل صوتی تبدیل کنید. با این کار صدای ویدیوی انیمیشن شما آماده میشه. حالا وقت ساخت خود انیمیشنه. برای این کار توی گوگل عبارت Animate with Audio رو سرچ کنید و اولین سایتی که میاد که برای شرکت ادوبی هست رو باز کنید. اینجا اول از همه کات یا نسبت تصویر ویدیوتون رو انتخاب کنید. بعد یک پس‌زمینه که به موضوع متنتون ربط داره رو انتخاب کنید و بعدش هم یک کاراکتر که ازش خوشتون میاد رو انتخاب کنید و در نهایت اون فایل صوتی که با 11 لب ساختیم رو اینجا کلیک کرده و آپلود کنید. دقیقاً به این شکل. حالا ویدیوی انیمیشن شما شروع به ساختن میکنه و در عرض 2-3 دقیقه هم آماده میشه. اینم از نتیجه کار. एनिमेशन वीडियो बना सकते हो.